کبیر وسیق نماینده جبهه مقاومت ملی افغانستان و سابق معاون والی ولایت پنجشیر روز 1 نوامبر در صحبت با خبرگزاری روسی تاس خبر داد که رهبر این جبهه احمد مسعود در حال حاضر در قلمرو تاجیکستان قرار دارد و تلاش دارد تا پشتیبانی کشورهای مختلف را برای مبارزه با رژیم نو طالبان به دست بیاورد. سر و صداها در تاجیکستان قرار داشتن احمد مسعود قریب 2 ماه باز میچرخد، ولی کبیر وسیق اولین نماینده جبهه مقاومت ملی افغانستان است که این خبر را تصدیق میکند. احمد مسعود حالا در تاجیکستان است ولی گاه به افغانستان میآید و با نیروهای مقاومت در منطقه های گوناگون کشور ملاقات میکند، گفته است کبیر وسیق. با گفته او احمد مسعود در حال حاضر تلاش دارد تا پشتیبانی کشورهای مختلف را از مبارزش به ضد رژیم نو طالبان به دست بیاورد. مسعود تلاش دارد تا کشورهای منطقه و جامعه بین المللی را در عموم به ضرورت مبارزه به ضد طالبان متقاعد بسازد. او به کشورهای گوناگون سفر میکند تا توجه را به سوی جبهه مقاومت جلب کند و پشتیبانی پیدا کند، گفته است وسیق. معاون سابق والی پنجشیر همچنین به مناسبت‌های خوب جبهه با تاجیکستان تاکید کرده گفته است که این کشور همیشه به مردم افغانستان برای مبارزه با طالبان کمک‌های مهم می‌رساند و حالا نیز این کار را ادامه می‌دهد. طی تقریباً 2 ماه اخیر درباره کجا بودن احمد مسعود اخبار خیلی ضد و نقیض به دست می‌رسد. احمد مسعود بار آخر روز 4 سپتامبر در عرفه تصرف قسمت‌های وادی دره پنجشیر از سوی طالبان در یک نشست با فرماندهان و رهبران آبرومند این منطقه ظاهر شد. بعد آن چند ثبت صدایی از او منتشر شد ولی روشن نیست که احمد مسعود در کجاست. برخی منابع میگویند که او تقریبا 2 ماه باز در دوشنبه است، ولی نمایندگی جبهه مقاومت میگوید او برای مذاکرات یک مدت کوتاه به تاجیکستان رفته بود ولی حالا در افغانستان قرار دارد. اما این منابع نیز در پنجشیر بودن او را به طور ثابت تایید نمیکنند و تنها با این عباره اکتفا میکنند که او با پنجشیر در تماس دائم است.